برجام احیا نشد 300 میلیارد ضرر خورد به ملت، 300 میلیارد ضرر خورد به دولت 13 به دولت 14 هم ضربه میخوره. تا شما بخواید احیا کنید طول داره. تازه آخرم اگه بخواید اجرا بکنید ناچارید اون مصوبه مجلس رو کنار بذارید و کأن یکون کنید ولی موفق نیستید. حالا در برجام آمدین نذاشتید به خاطر اینکه میخواستید اون دولتی که خودتون میخواهید دولت 13 درست کنید برای خودتون. FATF رو چرا نذاشتید؟ چرا به همه بانک ها ظلم کردید؟ چرا به ملت ظلم کردید؟ چرا به تجارت خارجی ظلم کردید؟ چرا نذاشتید مردم بتونن به راحتی صادرات کنن، واردات بکنن؟ روابط بانک ها وقتی نیست. شما ما رو بردید به دوره قاجار، 2 مرتبه ما رو بردید به صرافی. چرا این کاری کردید؟ FATF به اندازه برجام مهم بود، همه کاراش شد. اتفاقا مجلس 10 هم همراهی کرد با دولت، متاسفانه در مجمع گرفتار شد و FATF رو ما نتونستیم عملیاتی بکنیم و از لیست خاکستری که بودیم نتونستیم به لیست سفید بریم که متاسفانه اخیراً به لیست سیاه ما برگشتیم. بعضی از آدمایی که تو مجمع بودن و مخالفت کردن همونایی هستن که قبلا نامه نوشته بودن که FATF برای کشور ضروریه، اما اونجا به اطرافیانشون گفتن این دولت چون دولت روحانی است باید مخالفت بکنیم و وایسیم. واقعا اینه اپوزیسیون بودن؟ معنیش اینه مخالف دولت بودن؟ معنیش اینه که آدم به تاریخ زد بزنه، به کشور لطمه بزنه، به ملت لطمه بزنه، مردم فقیر کنه؟ خوشحالید از این که ما برای نقل و انتقال مالی باید 15%، 10%، 7% اضافه بدیم؟ خوشحالید از این کارتون؟ خوشحالید از این که بانک ما با بانک‌های دنیا نمیتونه در رابطه باشه؟ در دولت 14 هم نمیتونه، مگر این که برگردید به FATF، برگردید به برجام، توبه کنید، از ملت عذرخواهی کنید. گرچه نه توبه شما قبول میشه نه ملت عذر شما را